دست منو چه آه. یه حرکت آخری هم بزن که خلیل ببینه چی کار هستی، تو اصلا با چی معروف. منو چه خلیل به خلیل گفتی با چی معروف شدی؟ با خارش. با خارش. باشه یه خارش قشنگی برای خلیل برو. خلیل دیده وای وای همون کلیپ جهانی شد. بلاگره اروپا میذاشتن پشت پیجشون. یعنی خدایی 6 میلیون بازی برد. خب خلیل 6 بهمون میلیون خارشی برای من بازی میدی؟ برد داخل 4 روز. پیج من شد 12,000 تا ای داخل 4 ماشاءالله. روز. دست نمیتونم یعنی عوض میکردی. من آره آره. حواسم نبود. خب رفته بودم همون. بعد یه کمی تیغ داده بودم به تیغ داده بودم به اینجا. بعد هی اینجا میخوری. میشد هم عوض میکردی. بعد این فیلم بردار ما گو بود، اصلا حواسش نبود. خب که به این بگی بابا درست. منوش خب دست بابا داخل منو چه بدن دیگه، بابا بدن آدم میخواره این چیزه. منوچر میگه عدو شود سبب خیر. عدو عدو نکاکو شود تخم سبب شود خیر. سبب خیر، گند شود سبب خیر. خارش شود سبب خیر. خب باشه نه منو چه یه خارشی هم برو. همون گون شود سبب خیر. دست کن ساقا. منو چه میگم بیا نوشتن منو چه گند. اشکال نداره، بذار بنویسم. فالیورام اینجا نه اینجا. او پایینو نباشن منو چه یه وقتی. بلانس با دست کن نگاه. بلند شو. فیلم چی دیدی؟ همین که میخنده سلمان ایجوریا. میگم باشه یه خارشی برو دیگه همه ببینن دیگه. بابا خارش دیگه زشت بیادبیه. آمو زشت چیزیه، تو با خارش معروف شدی چی چیز لایوت شده 300 نفر. آرش ولش بکنی اذیتش نده ولش کن. خدا دن سرویس آرش دن سرویس. علی برو داخل کلیپ یوتیوب پخش کرد، همه پخش کردن. برو داخل فیلمو پست اولیه زده 4 میلیون بازدید کننده. خب یعنی نصف ایران زده بود، نصف ایران دیدن. خب بعد دست با خارج شود سبب خیر. 45,000 آدم مثلا دیده بودن. بعد نگاه کن خلیل آقا، برو اونجا رو اگه نگاه بکنی خنده روده بر میشی. من نه دست میگن شرابه صدا و سیمای هم پخش کرده منوچر. میگن صدا و سیمای هم پخش کرده بعد چا کامل نمیدونم. گذاشته. نه دست تو شرابه هم بیرون نمیاد. میدونستی خلیل شرکت تیوی شرکت پورنهاب هم پخشش کرده. نه من دیگه خبر نداشتم. مسخرمون نکن. باید شرکت خانمساقای شرکت مجوز پورنو پخش نداشتن باید منوچر غرامت بدن. اون نه خب شرکت من سال 2024 پورنهاب انگلیس پخشش کرد. همون پورنو نگو. پورنو دشته نگو. خب من بده منو چه برای تبلیغات پورنهاب بهترین مدل‌ها رو میذارن. پورنو راست میگه. کارش چیزی دیگه ایه. نه چیه میدونم کارش؟ اونجا هم شغل محسوب میشه برای اون کاری ما نداریم بابا این اصلا. فکر کرده اونجا مثلا یه چیز تخمیه، نمیدونه که قوی ترین نه مدل‌ها و قوی ترین بدن‌ها تو پورنهاب باید ثبت نام بکنن. راست میگه. اول با برن یه دوری پرنی ببینن بیان. میگم منوش بچه‌ها سوال پرسیدن منوش دندوناش کی در میاد. بود دندونم میخوام یه ست تاشو باید کامپوزیت بکنم. من در جلو نمیاد دیگه. مگه بچه شیری هم؟ نه منوچ حالا ما هم در بیاد ستاش. حالا اون عقلمون در نموده اینو. ای کاش خب بچه‌ها با کامنت بنویسید تا بخونم. در اومده بود انداخته بودن بیرون. والا دندون عقل میخوای بری.
در عقلم ولی من هنوز در نمیومده به خدا، عقلم هنوز کامل نشده. حالا والا منوچهر میگم خلیل باور میکنی این هیکلو مال 2-3 ماه ورزش باشه؟ نه ماشاءالله خوب اومده، بازوهاش خدایی دستاش نگاه نگاه کن بکن ماشاءالله. اصلا یعنی عتیقه. چند نگاه شب اینا بی دلواپس شدیم، گفتیم کجا رفتی پیر شده. چی میگشتیم استوری با این سکینا خشنگا میداشت، جوم سرد، پیرن قرمز، پیرن زرد. مشکوک میزنه منوچهر، مشکوک میزنه یه مدتی. این بدن ها، من این میگم بدن رل زده، باورت میشه من میگم رل زده. آرش یه مدت دیده خودمو تخمش هم حساب نمیکنه، این رل زده گفت. بلان اسفت بلان همین جوریه. نه اقدر آدم بودن منوچهر اقدر آدم بودن. تو الان 10 روز کل فالوورا رو گرفتی به پیدازی تخمت، نه لایو میذاری نه بابا تو استوری معلوم نیست چی بابا کار مریض میکنی. بودم والیبران میدونن که مریض بودم، بیشون برای دیشب برشون گفتم. خب بگو بعد کی باور میکنه. همون چند خب شب پیش بابا تو گفتم با بچه خلیل آوردم با بالا، که بعد بهشون گفتم خب محسود اینا وایساده همه میخوام با خیلی نگاه برم. همه نوشتن کمپ بوده. اینجوری نگاه وقتی میای یه هفته نمیای معلومه می نویسن کمپ راست بوده. میگی، آقا راست میگی. بگم ایتا میرسه مشکل نداره کاکا، کمپ مال مرده، ما هم کمپ دیدیم است والا. نه ناموسن والا نه جون آقا مادرم مریض نبودم. فشار زنده رو آدم از نمیشه بگی. خب البته من یه فکر دیم دارم، من یه حدسی دیم میزنم آرش. آه ای کاکا با سکینه و ریختن رو هم ده یه شمالی دوری زدن. آقا نگاه بکن کدوم بلاگر میاد احتمال سه تا گوشی بذاره برای فالیورش، کدوم بلاگر میاد از ساعت یه نفر 12 نوشتن لایو بذاره برای مثلا بلاگر تا ساعت 6 آه صبح. خلیل کدوم میدونستی بلاگر خب منوچهر 2 ماه 2-3 ماه پیش یه شکست خیلی سنگین خورده. شکست مالی عشقی روی چه شکستی؟ عشقی مالی که منوچهر نه اوکی فانوسن، عشقی. نه فانوسن. به خدا منوچهر حالا برات تعریف میکنم. ما تو لایوش خب بودیم هر شب یه ادمینی خب داشت تو لایوش، بعد با یه ادمینش خیلی چیزا رو فیکس میکرد و هماهنگ میکرد. بعد تو نگویی ادمینه چیز بوده رلش بوده، بهش هم میگفت افشین، ولی خب در واقع خانم سه بود رلش بود. با خب اجازت خب 9 ماه با یه ادمینو بود. منو چرا اسمش چی بود اسمش؟ سپیده خارکسته. نگفتم فامیلش چیه، گفتم اسمش چیه. وای وای. من سپیده خب خلیل میگم آقا خب این با خب سفیده خب بوده. خب حالا بعد حالا ببین چی شده. بعد با اجازت 9 ماه با سفیده بوده، هرچی هم به سفیده میگفت حداقل تو یه عکسی بفرست ما ببینیم. این سفیده تخم حروم هم پسر بوده 9 ماه. نه پسر نبود. خب چی بود پس؟ شاید این بعد ترانسا بوده. نه دختر بود. بعد منوچهر بعد خدایی هممون براش ناراحت شدیم، حتی تو لایو گریه کردیم براش، اصلا اعصابمون خیلی تخمی شد اون شب. تو هم اگه بودی خیلی نو گریت ما میگرد به قرآن. میگم آقا، نه ما منوش تو نرفتی نزدیک ببینیش مثلا بگی بیا بابا من نه ببینم بابا بابا دیر جون شده. منوچهر. خب منوچهر تو فکر میکنی خلیل الکیه؟ به قرآن منوچهر دختر از سر به کالش میره بالا، اما توی لایو به همین جور پیامش میدن. یه روز اومد دیدم شیراز، دیدم زنگش میزنن، یه شب اصلا اومدم من تو من پیش لوژش. خودم بود. یه روز اومد شیراز پیشم، به خدا از بس دختر زنگی زد دیوونمون کرد. گفتم منوچهر نگاه یا سوال بگیر دختر یا من. سوال بگیر بیا نگاه گوش گوشی میدی. مخصوصا و گوشی اوبیو رو دیگه گفتم منوچهر نگاه، من تو داریوش وایسادم گفتم نگاه منوچهر داری اعصابمون خورد میکنی. تو اصلا 5 دقیقه اومدی پیش من، ما اصلا یا گوشی اوبی رو خاموش کن دیگه، به خدا به خاطر من گوشی رو خاموش کرد و با هم رفتیم کافه و این چیزا. خب ناموسن منوچهر میدونی به به یه چشش نفرشون نمیاد گفتم که این خانم سه هم پسر رو انگلش داده بود. به یه نفرشون گفتم بیا. نه انصافا هر کی زنگش میزد گفت ناموسن آه.
نه نه منوچهر نه آدم پاک سیرتیه، منوچهر آدم پاک سیرتیه، هر چی هست همین هست کاکا، ما میدونیم اصلا دورنگی نداره. خب سلام پیر سلام. شده کسی گوشته بعد 9 ماه حداقل یه کافه یه ترک بابا موتوری من بگردونیشی دیشب ارچه نمان میدادی که سفید من لو برن. دیشب دارم داخل لایوم اعلام میکنم که من یه نفر میخوام برای ازدواج. خب نه مثلا لاشی بازی که برم داخل دایرکشن و اینا. این هم کسی اگه دوست داره بره بیاد داخل دایره که من به مثلا پیام بده اگه هم دیگه رو پسندیدیم بس که پسندیدیم، نه پسندیدیم هم که هیچی. خب منوچ الان خب یه بحثی باز شد، الان من میخوام بحث رو کمی بازترش بکنم. بعد تو شرایط ای که گفتی میرم این جنس مخالف یا همین سفید بانو، معذرت میخوام، همین کسی که مثلا میخواد فکر درخواست کنم بده به البته تو. منوچ مشکلی نداره مثلا جنس مخالف باشه یا مؤنث اینا، درسته منوچ؟ چی نه مشکل دیگه نداره؟ خیلی هم مشکل دارم. بنده خدا مگه هم جنس گرای مگه اینجا انگلیس آرش دنس. بابا دیگه اینجا میدونی همه چی عادی شده دیگه، لول کشور رفته بالا دیگه، چیزا نداره دیگه. نداره. نمیدونم نه من ولی من الان خب بچه‌ها نگاه تو کامنت ها بچه‌ها نوشتن منوچ ترانسه. میگم خب باشه من تراسم، من امشب بیام کنارت بخوابم. آمو کی تحمل تو رو داره منوچه؟ بالا ماشاءالله دماغ منوچهر که میبینم حالا تناسلیش برای طراحی میکنه.